امروز خیلی ها مینالن از زمانی که زن گرفتیم بیچاره شدیم، در به در شدیم، هر چه خوشی و سعادت بود گذشت. مگر میشه؟ الله ذوالجلال برای ازدواج درست 3 تا نعمت بیان میکنه، 3 تا ارزش. 3 تا ارزش خدای متعال برای ازدواج بیان میکنه. 1 سکون لتسکنوا الیها، مایه آرامش باشه. و جعل بینکم موده، ازدواج عشق تولید میکنه. 3 و رحمه، رحمت و برکت در زندگی میاره. اما چی شده که امروز ازدواج ها این 3 تا رو هم میگیره از آدم؟ دلیلش اینه که ازدواج ها نعمت نیست، نعمته. ازدواج ها معیار خدایی ندارند، معیارها مادی شده، معیارها پول و اقتصاد شده، معیار شغل شده، معیار قد و جمال و زیبایی شده. فقط معیار این نیست که من به عفت برسم، به پاک دامنی برسم. طرف ازدواج میکنه باشد بازم سرش تو گوشیه، تو فیلم های مبتذله. طرف ازدواج کرده بازم دنبال ناموس مردمه. این ازدواج او رو به عفت و پاک دامنی نرسونده، او رو به آرامش نرسونده. همون ازدواجه، فرقی نکرده، ولی تفاوت در محتواست. صیغه عقد برای هر دوتا جاری شده. ولی چه می شود؟ یک جوان وقتی ازدواج میکنه از تمام معاصی، از تمام فکرهای پلید، از تمام زشتی ها و پلشتی ها جدا میشه و نصف ایمانش تکمیل میشه. اذا تزوج العبد استکمل نصف دین، نصف دینش تکمیل میشود. اما یک جوان دیگه ازدواج میکنه همون نیمی هم که داره از دست. الله دخلی ندارد، به گردن الله نندازید خدا اینو سر راه من قرار داد، پس تو کجا بودی؟ پس این عقل و خرد و قدرت انتخاب رو که الله بهت داده بود اینو کجا جا گذاشته بودی؟ چرا اشتباه خودتو به گردن خدا میندازی؟ ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک. چرا هر چیزی که بد و زشت و اشتباه اون رو به گردن خدا میندازی؟ خوبی ها رو از خودت میدونی؟ مرکب خوب، شغل خوب، همه اینها عزیزان ارزشن به شرط این که تو درست حرکت بکنی، تو به اینها مسیر بدی، نعمت و نعمت رو تو بهشون بدی.